هدف از تدویر جلسه امروز باز هم مانند سال گذشته سهمیه حج بود که به اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی داده شد. اما هدف از برخواستن من در حضور شما این است که من هم تا به حال الله متعال حج نصیب من نکرده بود در سالها، به خاطر که چندین سال دور بودیم از امکانات رفتن به طرف حج بیت الله الحرام و سال گذشته هم کمی که مشکل بود ما نتوانستیم. امسال من هم اراده دارم که اگر الله متعال نصیب کرده بود من هم روانه سفر حج بیت الله الحرام بشم. فلذا من خواستم ای هست اگر نماییم که خدا نکرده این حق همه شما هست، حق تنها رئیس نیست که یا معاون باشه یا کی باشه. به این خاطر کسی که به حج میره خدا نکرده از روز اول حق تلفی نشه. پروسه قبه‌کشی را آغاز کنن و نامای تمام عزیزا روی اسکرین ظاهر است. انشاءالله میبینیم که 2 نفر چه کسایی میباشه که به شکل آنلاین انتخاب میشه. چی ورشی مدینی تتعجبانی زاریدی بو هر نوری خواریدی ترلی احرامنا لبیک لبیک ناریدی بو هر نوری خواریدی افضل باشی بیا حلت دا حضور پا امتینو سفر دا حرمینو ورت لپڑی نصیب کی سرگار تد کونینو سفر دا حرمینو سکون ورکوی زلو تد عرب و عجمینو سفر دا حرمینو گناه بدی رشیگی استاد مطیع الله هدایت رئیس دفتر خدمات تکنیکی و مسلکی.